مطالعات زیادی انجام شده درباره این که آدمایی که از هوش بالایی برخوردارن معمولا توی روابطشون دچار مشکل میشن، چون اونا همه چی رو میبینن. اونا سعی میکنن دنبال چیزایی بگردن و نقطه‌هایی رو به هم وصل کنن که اصلا وجود ندارن. سعی میکنن مدارکی رو جمع کنن برای اینکه اثبات کنن یه اشتباهی انجام شده، با اینکه اصلا اون اشتباه وجود نداشته. و اگه یکی از اون آدمایی باید بدونی که تو داری توی ذهنت زندگی میکنی به جای واقعیت و توی ذهنت داری جواب یه آدمی رو میدی به جای اینکه جواب اون آدمی که اون ور میز نشسته رو بدی. اصلا نیازی نیست بخوای اوور آنالیز بکنی رو همه پیامایی که میاد. اصلا نیازی نیست اگر بیرون بودی و تلفن زنگ خورد و رفت اونور صحبت کنه هزار تا فکر و خیال بیاد تو سرت و تو انواع و اقسام سناریوها رو بچینی و خودتو اذیت بکنی، با اینکه میتونستی با یه سوال ساده ببینی که چه خبر بوده. و چیزی که باید بدونی اینه که هر سیگنالی که بهت میرسه مهم نیست. اگر تو باهوش باشی میدونی کدوم سیگنال رو برای بهتر کردن رابطت میتونی در نظر بگیری و در نهایت این رابطه رو توی مسیر درستی ادامهش بدی. شاید اگه کارآگاه بازی در نیاری توی رابطه به نتایج بهتری هم برسی.